در شهر اوفا پایتخت جمهوری باشکردستان روسیه دو دانشجوی خارجی 18 ساله را با اتهام آمادگی به انجام حمله‌های تروریستی در راه‌های آهن این کشور دستگیر کردند. یکی از دستگیرشده‌ها فروخجان زاکرов از تاجیکستان بوده در تکنیکوم اویاسیونی اوفا تحصیل کرده است. دومی امین صادقov از آذربایجان و دانشجوی کالج طبی اوفا بوده است. رنتوی با تکیه به منبع خود و مواد پرونده خبر داد که این دو دانشجو در ناحیه‌های کالینین و سویت پایتخت باشکردستان و همچنین در ناحیه اوفا عمل می‌کردند و از جمله روز 19 اکتبر یک نقطه پیوسته شوی روی آهن در پریگون چرنیگوفکا سپارتیونایا، روز 24 اکتبر یک پوسکو و شکاف شبکه برق را در پریگون‌های چرنیگوفکا شاکشا و اوفا چرنیگوفکا و روز 25 اکتبر نقطه اداره شبکه و 4 شکاف را در پریگون دیما بلوک پست آتش زدند. بر اساس مواد پرونده اشون این دو جوان را روز 27 اکتبر در ناحیه سویت شهر اوفا وقتی دستگیر کردند که می‌خواستند پوسگاه پرویا بیلایا در قطعه راه آهن کوی بشف را آتش بزنند. خود این دو جوان و نزدیکان و ادوکات‌هایشان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی تلگرام کانال شاد خبر داده است که دستگیر شدگان گویا گفتند که با سیاست روسیه راضی نبوده و می‌خواستند با عملهای خود مردم را بترسانند. نسبت به این دو دانشجو بر اساس قسم 2 ماده 205 کودکس جنایی روسیه با اتهام تیاری به حمله تروریستی پرونده جنایی گشودند. به آنها تا 20 سال زندان تهدید می‌کند.